با بهترین تمنیات نشر نوی برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی را پیشنهاد شما میکنیم. امروز 20 مارت نوروز یا سال نو خورشیدی در تاجیکستان فرا رسید. جشن باستانی با یکایک شما مبارک باشد. بیننده عزیز، در برنامه امروز ما این گزارش ها را داریم. مقامات تاجیکستان میگویند ماشین های درمانده در سرحد باید در دیگر جای فروخته یا نابود کرده شوند. تاجران دیگر چیز میخواهند. میخواستیم که از همین کارگران گمرک و از جناب عالی که همین مشکلی ما را آسان کنند. در آرزوی پدر، جمشید سالهاست پدرش را میجوید. امیدوار است او را روزی به آغوش میگیرد و دردی دلش را میگوید. من میخوام نزد پدرم شینم صحبت کنم، چقدر عذابای زندگی ما بگم. در نزد خانه ما خانه نسازید. جنجال و دعواهای همیشگی سر خانه سازی در تاجیکستان، این دفعه در خوجند. خدا نگاه دارد پجر شود، پجرنیکا چه در آبرو میکنه، یخت پجرنی بیاد دویمش کجا جا میشه. مقامات تاجیکستان میگویند هزاران ماشین کهنه که در مرز درماندند باید در دیگر کشورها فروخته و یا از بین برده شوند. خدمات گمرک گفت 2,500 ماشینی که تا سال 2013 استحصال شدند بنابر منع بودن ورودشان در مرز درماندند. صاحبان ماشین ها از مقامات یک امکانیت دیگر میخواهند. مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله همین موضوع را پیگیری کردند. این ماشین ها قریب نیم سال است که اینجایند. حکومت تاجیکستان 2 اکتبر سال 2023 واردات ماشین های را منع کرد که تا سال 2013 ساخته شدند. گفته می شود هدف از این اقدام حفظ محیط زیست و کاهش حجم پرتاب‌ها به هوا است. صاحبان این ماشین ها می گویند نتوانستند مال خود را تا وقتی تعیین کرده مقامات به تاجیکستان رسانند. ماشین های درمانده را تقریبا می توان در همه گذرگاه های مرزی تاجیکستان دید. از جمله در اینجا گذرگاه دوستی در مرز تاجیکستان و ازبکستان. صاحبان آنها میگویند با امید تجارت این وسیله های نقلیاتی را به تاجیکستان آوردند، اما به جای فایده هر روز ضرر میبینند، چون برای هر روز ایستادن ماشین ها در اینجا از 10 تا 30 سامانی میپردازند. خدمات گمرک در پاسخش به رادیوی آزادی روز 18 مارت نوشت فعلا در گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان 2,500 ماشین درمانده است. این ماشین ها به نوشته خدمات در انبارهای نگهداری موقتی قرار دارند. خدمات گمرک به صاحبان این ماشین ها 2 راه پیشنهاد کرده است: یا نقلیات ها را بازپس به دیگر کشور برند یا به قسم‌های احتیاطی تقسیم کنند. هر 2 راهی که به گفته صاحبکاران بر ضرر آنها است. درخواست صاحبکاران این است: همون می‌خواستیم که از همین کارگران گمرک و از جناب عالی که همین مشکلی ما را آسان کنند و یک بار دیگر مهلت دیدن همین مال و ملک ما در آورده گرفته با کار خودمون دوام ده. ماشین های استحصالشان تا سال 2013 در قیاس به ماشین های سالهای اخیر ارزان و برای قشر میانه دسترسند. برای همین تاجران تلاش میکردند این گونه ماشین ها را از کره جنوبی و کشورهای اروپا به تاجیکستان آورند. در 3 سال اخیر به تاجیکستان حدود 110,000 ماشین تولیدشان تا سال 2013 آورده شده است. اما حالا این تجارت کساد شده است و تاجران نمیدانند با این ماشین ها چیکار کنند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. و شرکت تاکسیرانی مکسیم در تاجیکستان ریتینگ یا فهرستی ماشین های را ترتیب داده است که رانندگان تاکسی آنها را بیشتر میپسندند. بر اساس تحقیق شرکت تقریبا 40% رانندگان تاکسی در تاجیکستان گفتند که اوپل استرا را بیشتر میپسندند، چون نظر به دیگر نوع ماشین ها حرکتش بهتر است و سوزشواری هم زیاد صرف نمی کند. در جای دوم اوپل زیفیرا آمده است که آن را 17% میپسندیدند. مقام سوم را اوپل وکترا گرفته است و سپس مرسدس و خوندای و تویوتا که نظر به اوپل کمتر فروخته میشوند. برنامه را ادامه میدهیم. یک جوان تاجیک که بیماری جدی دارد و پزشکان به او گفتند عمرش کم مانده است میخواهد در زندگی یک بار پدرش را ببیند. جمشید جوان و اروبکش که از زمان طفلی از دیدار پدر محروم بوده است حالا او را جستجو دارد. امید دارد پدر صدای او را شنیده به سراغش می آید. قصه غم انگیز این یتیم تاجیک در گزارش سرویناز روح الله و شهلای عبدالله. جمشید هرچند سرگرم کار است تنها یک اندیشه دارد: پیدا کردن پدرش.
پدری که باری ندیده است و سالها باز جستجویش میکند. جمشید 38 ساله است و در یکی از بازارهای پایتخت عرابه‌کشی میکند. برای تسکین دلش از صبح تا شام در اینجا کار میکند. میگوید بارها طعنه یتیم بودن را شنیده است. خانه در نداشتم. مثال یک بار مراجعت کردم خشتورم در که مدام یاردم کنی خانه در کنیم. گفتن رو اوتا تایو هر کس زندگی خودش. آرزوی دیدار با پدر برای جمشید همراه او بزرگ می شود. به قبل این جوان شنیدن مکان تخمینی پدر که در ازبکستان همسایه به سر میبرد او را هرچی بیشتر به دیدار او امیدوار کرده است. دهقانبایف بردمراد آخونویچ فامیلیش ایما دهقانبایف جمشید بردمرادویچ آدرسش گفتگیان انا جزاخ انا улица Гулистон انا птичев свинини фермада адресаш اونجا دا کار میکرده ها یا بعد اکاشون مرا معلومات دادن که پدرت کار میکنه اونجا سوینینی فرما دا کار میکنه چند سالی سایم دوره سویز گریخته رفته گه گفت اونجا کار میکنه یک بچه یک دختر داره گفت اونجا دا وای گفت اینجا نمیبیه دیگه اگر که جمع میخواستنی باشید دیدن اینه آدرسش رو بین. جمشید روحکی را ندارد که به جزخ رود و هم نمیداند پدرش او را قبول خواهد کرد یا نه، ولی باور دارد پدرش حرفهای او را خواهد شنید و شاید به سراغش خواهد آمد. هیچی میخوام که امی مرا اگر دیسته باشه من میخوام که یک بار بینم شه ایمت چو بجا میشه من میخوام یک بار با آغوش گیرم پدر سرم پدر که من دیگر بچه ها را میبینم پدرشون چه خیلی با آغوش میگیرن چه خیلی پدرشون کتی رفتار میکنه من میخوام نزد پدرم شینم صحبت کنم چقدر عذابای زندگی ما بگم که من مثال عذاب کشیدم. جمشید میگوید سرنوشت او را هنوز زمانی که به دنیا نآمده بود از دیدار پدر محروم کرد. در نورسیش مادر بیمارش را که عمر در بیمارستان بستری بود از دست داد. یک مدت در تربیه بابا ماند و بعد مرگ او در یتیمخانه بزرگ شد. حالا میخواهد چندین سوالهای بی جواب را از پدر پرسد. گناهی من چیزی که مرا پرتفتی رفتی برای چی من این سالها میرم یک بار خطا نشان نمیتی برای چی آرزوی من همین است که من یک بار ایدهنی اوای بشنم. پس از ازدواج و انتخاب همسر نیز بخت برایش نخندید. از دو همسر جدا شد و فرزند ندارد. در منزل در کناره های دوشنبه اجاره میشیند. میگوید بیمار است و پزشکان برایش گفتند از عمرش همگی چند ماه باقی مانده است. از این خاطر میخواهد هرچی زودتر پدر را پیدا کند. پدری که بیخبر از سرنوشت شاید نمیداند که یگانه پسرش در چارسوی زندگی تنها مانده و او را میجوید. بحث ساختمان بیناهای بلندآشیانه همکنون از شهر به ناحیه‌ها می‌کوچد. گروهی از ساکنان خوجند و ناحیه باباجان غفورов می‌خواهند از ساختمان بینای بسیار قبطه در نزد خانه‌هایشان جلوگیری کنند. مقامات برای ساختمان در آن موضع اجازه دادند. ساکنان میگویند بینای بلندآشیانه زندگی آنها را تلخ خواهد کرد. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. حدود 50 باشنده محله اسماعیلی سامانی شهر خوجند و ساکنان حولی‌های استقامتی جماعت به نام حیدر عثمان فیناهی باباجان غفورov ضد ساختمان بینای نوی استقامتی در نزدیکی منزل‌هایشان به مقامات نظارت کننده مراجعت کردند. آنها میگویند در مرز شهر خوجند و ناحیه باباجان غفورov به رضایت اهالی به یک صاحبکار محلی اجازه ساختمان داده شده است. اینجا 16 اتجاه میشه که تو اینجا ماشینا گذاشته نمیتونه خدا نگاه دارد پجار شود پجارنیکا چه در رو برام یک تا پجارنی بیاد دویمش کجا جا میشه. ساکنان میگویند ساختمان بینای بسیار قبطه از چند جهت برای زیست خوفناک می شود و هم شرایط رساندن آب و برق یا کار کاریز مشکل می گردد. ولی برخی از باشندگان برانند که اگر مقامات برای ساختمان انشاءات این موضع را به نقشه گرفته باشد باید بینای خرد باشد.
فکری شخصی من اگر گویم اگر همونجا آباد میشدگی باشد و بلند نمیشدگی باشد و یک قسم ضرر نمیشدگی باشد بهتر. بلند آشیانه شود جدایی هم اینجا بیستری بسیار میشد. من میخوام باغچه میخوام ساختمان نشود نه شود آبادی میشد و یگان کردستان یگان همه خیلی واها شود. بیناکار یا صاحب ملک هرچند در روز نوارگیری در جای حادثه بود نخواست در این باره ویدیویی گپ زند. اما در صحبت بدون ثبت گفت که همه حجت‌های ضروری را دارد و ساختمانش قانونی خواهد بود. در حالت کنونی ادعای اهالی آن است که مقامات و صاحبکار با ساختمان این بنای استقامتی چندین ماده کودکس شهرسازی جمهوری تاجیکستان را پایمال می‌کنند. مطابق نرم‌های استانداردی ساختمانی هیچ مطابقت نمی‌کند. اینجا راهی ملابویف میباشد، کوچه ملابویف میباشد و بنای بسیار آشانه باید که نکم از 20 متر از بنایی که حاضر میباشد باید که دورتر باشد. اما اینجا همگی 4.5-5 متر هم نمیبرد بین دام. کارمندان بخش معماری و شهرسازی ناحیه باوجان غفورов نیز حاضر نشدند این مسئله را در صحبت ویدیویی شرح دهند. ولی گفتند که پس از شکایت پیوسته ساکنان مسئله بازآموزی می شود و نتیجه آن را دسترس خواهند کرد. در همین حال ساکنان چشم برای جواب مقامات از جمله دستگاه اجرایی پرزیدنت هستند. مسئله ساختمان بناهای بلندآشانه در شهر و نواحی تاجیکستان تا رفت بیشتر می شود و یک سبب اساسی نارضایتی اهالی آن است که چنین ساختمان ها را مقامات در بین محله های تنگ و مشکل گذر اجازت می دهند. زیرا در آنجا نصب آب و برق و قبورهای تشناب آسان است و خریدار بیشتر دارد. مقامات پیوسته میگویند که این قرارها در اساس نقشه عمومی گرفته می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باوجان غفورov. حالا می رویم به منطقه جنوبی کشور. پولویشگاه و یا کارخانه بزرگ کارکردی نفت دنغره که تقریباً 4 سال پیش ساختمانش به پایان رسید تا حال قطره بنزین استحصال نکرده است. پولویشگاهی که میتواند در یک سال تا 500,000 تن نفت را کار کرد و بنزین زیادی استحصال نماید. اما چرا این کارخانه عظیم ساکت و خاموش است و تاجیکستان بنزین زیادی را از خارج می آورد؟ محمود رحمتزاده به این سوال پاسخ جستجو کرد. پولویشگاه نفت در منطقه آزاد اقتصادی دنغره آغاز کارش بارها عقب انداخته شد. تا حال فعال نیست. بیکار خوابیدن آن را به انگیزه های سیاسی ربط می دهند. اما نمیگویند کدام ها. شرح رئیس ناحیه سیجاودین سلیم زاده. بنابر بعضی حالت های به عمل آمده از نقطه نظر سیاسی همین متاسفانه همین مسئله موقوف گذاشته شد. پولویشگاه را یک شرکت مشترک تاجیکستان و چین ساخته است. رهبری آن یک شهروند چین بود. اکنون میخواهند آن را به یک صاحبکاری وطنی دهند. آن نفرانی که امروز میخواهند همین کارخانه کارکرد نفت صاحبی کنند واخوری برگزار کرده وابسته به مهلت و مهلت آغاز این کارخانه ما گفت و شنید میکنیم. این طرح حکومت تا کجا موفق می شود حالا معلوم نیست. چون که مقامات از سال 2016 به این سو بارها از آغاز کار آن خبر می دهند. ولی همانا بسته است. برای تامین آن با مواد خام با 10 کشور گفت و شنید برگزار شد. بار آخر با آذربایجان. در هر نشست خبری بازشوی پولویشگاه یکی از بحث های همیشگی است. کارخانه‌ای که گفته می شود قادر است سالی از 300 تا 500,000 تن نفت را پلوید و بنزین و دیزل را به مراتب ارزان کند و به مونوپولی واردات سوزشواری پایان دهد. کی پولویشگاه فعال می شود همین طرح نامعلوم می ماند. محمود رحمتزاده، آزادی، ناحیه دنغره. برنامه به پایان رسید. سپاس از همراهی بیننده عزیز و بار دیگر نوروزتان مبارک باشد. خدا نگهدار.